با سلام. بنده فرید احمدراد هستم، دانشجوی دکتری روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی. خب با سومین جلسه کارگاه آموزشی مقدماتی SPSS در خدمتتون هستیم. توی این جلسه قصد داریم در رابطه با دستور کامپیوت در نرم افزار SPSS یک سری اطلاعاتی رو در خدمت شما بذاریم. کامپیوت یکی از دستورهای پرکاربرد در نرم افزار SPSS و قطعا وقتی که ما با متغیرهایی سر و کله میزنیم توی نرم افزار SPSS با پرسشنامه هایی که درگیر هستیم، حتما لازم میشه که از این دستور استفاده کرد. به عنوان مثال ما در نظر میگیریم که یک پرسشنامه اضطراب اجتماعی رو حالا جمع آوری کردیم و حالا قصد تحلیل این رو داریم. خب ببین مثلا پرسشنامه اضطراب اجتماعی میگه که مثلا شامل سه تا عامل هستش و یا اینکه نمره کل داره. این سه تا عامل ترکیبی از متغیرهای دیگه هست، یعنی میگه مثلا سوال 1 تا 5 عاملیه که 5 تا 6 تا 10 عامل دوه و حالا 11 تا 15 مثلا عامل سه هستش. خب این سوالات باعثی با هم جمع بشن و یا اینکه اگر ما بخوایم نمره کل افراد رو به دست بیاریم، باعثی نمره تک تک این 15 تا سوال رو با هم دیگه جمع کنیم که با استفاده از دستور کامپیوت قابل انجام هستش. خب توی کامپیوت حالا یه سری کاربردها داره که یکیش محاسبه مقادیر متغیرهای عددی و رشته‌ای هستش، نیومریک و استرینگ، و ساخت متغیرهای جدید از طریق متغیرهای موجود. همونجور که البته توی این مثالی که براتون زدم قابل ملاحظه هستش که ما یه 15 تا سوال داریم، حالا میخوایم تبدیلش کنیم به 4 تا، به 3 تا عامل و یک نمره کل. خب از طریق متغیرهای موجود یک متغیر جدید رو ایجاد میکنیم و یا اینکه جایگزین کردن مقادیر متغیرهای موجود با متغیرهای جدید از جمله مواردی هستش که توی کامپیوت قابل انجام هستش. و حالا محاسبه انواع عملیات ریاضی که حالا ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، اینا هم توی دستور کامپیوت قابل انجام هستش. ببین زمانی که ما قصد داریم یک ترکیبی رو در دستور کامپیوتر ایجاد کنیم، لازم که یک سری ملاحظات رو در نظر بگیریم. یعنی نمیشه هر متغیر رو با همدیگه جمع کرد. ببینیم مثلا به عنوان مثال اینجا داریم ما یک متغیر جدید رو میخوایم ایجاد کنیم که از مجموع متغیر اول، متغیر دوم و متغیر سوم ایجاد میشه. خب حالا برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم یه سری ملاحظات وجود داره. یکیش این که نبایستی مقدار گم شده یا میسینگ در هر کدوم از این متغیرها وجود داشته باشه. نسبت به این قضیه بایستی مطمئن باشیم که توی هیچ کدام از این متغیرها داده گم شده نداریم. برای بررسی این کارم توی جلسه قبل، جلسه دوم، بهتون آموزش دادم که چه شکلی میتونیم این متغیرهای گم شده رو به قولی جایگزین کنیم. حالا ملاحظه دوم اینه که هر سه متغیر باید از سه نظر با همدیگه مشترک باشند. خب این سه تا کدوم از این؟ یکیش مقیاس متغیرها هستش، یعنی این سه تا باید مقیاسشون با هم برابر باشه. هر سه تا اسمی باشن، هر سه تا ترتیبی باشن، هر سه تا فاصله ای باشن. بایستی هر سه تا یک مقیاس رو داشته باشن و جهت طیف متغیرها یعنی مثبت یا منفی بودنشون بایستی با هم برابر باشه. یعنی اگر x1 که بگیم همون اضطراب اجتماعی هستش، نمره گذاری سوالات به این شکل بوده که به کمتری نمره 1 دادیم و به بیشتری نمره 5 رو دادیم، توی x2 که حالا ضد اجتماعی بودن اگر باشه بایستی به همین نوع باشه، یعنی به کمترین مقدار نمره 1 و به بیشترین مقدار نمره 5 رو داده باشه. نه بایستی برعکس هم دیگه باشن، یعنی یا بایستی 1 تا 5 حالا 1 تا 3 یا 1 تا 7 باشن همشون، نه اینکه هر کدوم به نحوی انجام شده باشه، نمره گذاری شده باشه. و مقوله دیگه هم که وجود داره اینه که تعداد مقولات طیف متغیرها باید برابر باشه. یعنی علاوه بر موارد بالا لازمه که همه این سه تا متغیر از یک نوع لیکرت استفاده کرده باشن، یعنی مقیاس لیکرت
ستایی، پنجتایی یا هفتایی باشه. نمیشه که هر کدوم از اونها از یک مقیاس لیکرت به قول متفاوتی استفاده کرده باشن. خب در این قسمت برای شما یک مثال آوردم که این مثال توی فضای اسپیسیس هم پیاده شده که حالا در چند دقیقه دیگه اینو میبینید. توی این مقیاس ما توی این مثال یک محقق قصد داره که شاخص پایگاه اجتماعی رو از ترکیب سه تا متغیر جاب، education و اینکام به وجود بیاره. یعنی این متغیر قصد داره که از طریق شغل، تحصیلات و درآمد جایگاه اجتماعی افراد رو به دست بیاره. یعنی مثلا میگه که آقا کسی که شغل سطح بالایی داره و تحصیلات سطح بالایی داره و درآمد حالا بگیم سطح بالایی داره، پایگاه اجتماعی این فرد بالا هستش. این یک مثال، البته شاید صدق نکنه و بالعکسش هم میتونه رخ بده. خب حالا در رابطه با این موضوع ببین ما شغل رو اینگونه وارد کردیم، یعنی شغل به عنوان یکی از ویژگی‌های دموگرافیک اینجوری جمع آوری کردیم توی پرسشنامه‌مون. شغل به عنوان یک مقیاس ترتیبی اومدیم به پزشک کد 1، مدیر عالی رتبه 2، استاد دانشگاه 3، مهندس 4، کارمند و کارگر 6. این از شغل. تحصیلاتم که به صورت ترتیبی است، از بی سواد تا کارشناسی ارشد و بالاتر 1 تا 7 رو دریافت کردن و درآمد افراد که یک مقیاس فاصله هست از 10 تا 25 میلیون هستش. ببین همون گونه که اینجا مشاهده میشه، این سه تا متغیر اون اشتراکات، اون ملاحظاتی که بهتون گفته بودم رو ندارن و ما مجبوریم که بیایم اینا رو به یک شکل بچینیم، یعنی تعداد مقولاتش رو به یک مقدار واحد برسونیم تا بتونیم از دستور کامپیوتر استفاده کنیم. که حالا ما کاری که اینجا کردیم این بوده که اومدیم هم شغل، هم تحصیلات و هم درآمد رو هم در یک مقیاس مقوله ستایی به وجود آوردیم. یعنی گفتیم که خب شغل رو این شکلی کردیم که کد 1 2 3، کد 1 کسایی هستن که حالا پزشکن، مدیر عالی رتبه هستن و استاد دانشگاه هستن. کد 2 مهندس، کد 3 کارمند و کارگر. حالا تحصیلات به چه شکل؟ از 1 تا 4، از کد 1 تا 4 به کد 1 تبدیل شده و متوسط کد 2 و کاردانی و کارشناسی ارشد به بالاتر کد 3. درآمد رو هم به مقوله ستایی تبدیل کردیم. کد 1 10 تا 15 میلیون تومان، کد 2 15 تا 20 میلیون تومان و کد 3 20 تا 25 میلیون تومان. خب حالا برای انجام این کار ما بیام توی محیط نرم افزار SPSS. ببینید این محیط نرم افزار SPSS هستش که مواردی که توی این مثال آورده شده اینجا هم قید شده. خب اولین مقیاسمون، اسممون در واقع آیدی هستش که آیدی شرکت کننده ها هستش. حالا جاب که ولیوش هم به این شکل هستش که دقیقا همونجوری که توی اسلاید پاورپوینت بود از 1 تا 6 آورده شده. و ایژوکیشن افراد که بازم به همون شکل از 1 تا 7، از بی سواد تا کارشناسی ارشد به بالا و درآمدشون هم که یک مقیاس فاصله هستش. توی دیتا ویو هم این موارد رو میبینید که ما 15 شرکت کننده در این مطالعه داشتیم. حالا جابشون، ایژوکیشن و اینکامشون هم اینجا آورده شده. خب حالا برای استفاده از دستور کامپیوت کردن ما از ترانسفورم و کامپیوت وریبل استفاده میکنیم، ولی همونجور که خدمتتون عرض کردم به این دلیل که مقیاس متغیرها با هم برابر نیستن ما نمیتونیم کار انجام بدیم و برای اینکه مقیاس تعداد مقولات هر کدوم از این متغیرها رو با همدیگه یکسان کنیم، اینجا توی پاورپوینت آورده شده که به چه شکلی یکسان کنیم. یعنی آورده که مثلا شغل این شکلی تبدیل کردیم. حالا ما چجوری اینو توی نرم افزار SPSS انجام بدیم؟ خب توی جلسات قبلا به این موضوع اشاره کرد، موضوع ریکود اینتو دیفرنت وریبل. حالا اگه لازم ببینید میتونید توی جلسه قبل رو ببینید که اونجا بیشتر توضیح داده در رابطه با این دستور. خب توی این قسمت ما جاب رو میاریم. حالا رستش کنم از اول. خب حالا بیایم شغل رو تبدیل که به یک مقوله ستایی کنیم. خب اسم جدیدش رو بزنیم. خب اسم جدید بزنیم جاب کاتگوری. خب change old any value. خب یک رنج بهش بدیم همونجوری که توی به قولی
پاورپوینت ما اومده گفته 1 و 2 3، یعنی 1 تا 3 کد 1 میشه. خب بزنیم رنج 1 تا 3 تبدیل بشه به کد 1 و کد 4 بشه، یعنی کد 4 بشه کد 2، یعنی اینجا میزن دیگه ولیو میشه 4 تبدیل به 2 بشه اد و 5 و 6 کد 3. خب اینجا رنج 5 تا 6 بشه کد 3. خب اینو اوکی میکنیم. خب الان برای ما یک متغیر جدید به اسم جاب کت تعریف خواهد کرد توی این قسمت. خب توی آوتپوت هم برای ما آورده که ما ریکورد کردیم جاب رو. حالا 4 برابر با 2 شده، 1 تا 3 شده 1 و 5 تا 6 شده 3. خب توی قسمت دیتا ویو میبینید که جاب کت تعریف شده، اینجا برای ما آورده. توی وریبل ویو هم هستش. حالا ما میتونیم بگیم حالا توی این قسمت یعنی میتونیم بهش هم ولیو بدیم، ولی خب حالا لازم نیست. یعنی اگر اینجا مشاهده کنیم مثلا برای پزشک و مدیر عالی رتبه و استاد دانشگاه مثلا میتونیم بدیم یک شغل مثلا مطلوب، یا شغل کد 2 رو بدم شغل مثلا متوسط و کد 3 رو بدم مثلا شغل حالا پایین مثلا. حالا این مثال درست نیست ولی خب میتونیم اینجا هم براش هم ولیو رو تعریف کنیم. حالا قسمت تحصیلات رو انجام بدیم. ریکود مربوط به قسمت تحصیلات خب باز به 3 کد تقسیم شده. خب میشه کد 1 تا 4 میشه کد 1. خب بیایم سراغ ترانسفورم ریکود رست education. خب اسم جدید رو بزنیم education. education cat. اوکی چنج رو بزنیم. این چنج رو که میزنیم این قسمت بیاد اینجا. بعد چیزش رو میزنیم اولد انیو ولیوش رو میزنیم. میگیم آقا گفتیم که 1 تا 4 چکش کنیم. خب بله توی قسمت تحصیلات 1 تا 4 میشه کد 1. 1 تا 4 بشه کد 1 اد و 5 بشه کد 2 ولی رو میزنیم چون یه دونه ای هست. 5 کد 2 بعد خب 6 و 7 بشن کد 3. رنج رو میزنیم 6 و 7 بشن کد 3. خب اوکی که میزنیم الان education کس رو هم برای ما اینجا اضافه کرد. خب حالا بریم قسمت مربوط به درآمد رو انجام بدیم. گفتیم 10 تا 15 میلیون بشه کد 1، 15 تا 20 میلیون بشه کد 2، 20 تا 25 میلیون بشه کد 3. خب توی نرم افزار با این آیکون رو هم بهتون معرفی کرده بودم. ریکود رو میزنیم رست. خب قسمت اینکام. خب اینکام کت. خب چون رنج هست از رنج استفاده میگفتیم 10 تا 15 میلیون بشه کد 1. خب اد باید بزنیم. خب 15 میشه 16 تا 20 میلیون بشه کد 2. حالا چون اینجا 16 زدم چون این 15 توی اولی دیگه استفاده شده و بایستی مقدار بعدی، یعنی بایستی ما چون توی قسمت SPSS مون یعنی فقط 10 هر کدوم از اینا 10 میلیون 12 میلیون تومان زدیم، یعنی 10 میلیون خورده ای نزدیم. این 15 میلیون دیگه وارد قسمت 1 میشه. ولی ما میتونیم بزنیم اینجا، میتونستیم بزنیم مثلا اگر بخواستیم اینو تغییر بدیم مثلا میگفتیم 15
ممیز یک یعنی 15 و 100,000 تومن تا 20 میلیون تومن، خب بشه کد دو. ولی خب چون ما 15 میلیون، عدد بعدی 16 میلیون تومن دیگه این کارو کردیم و هیچ فرقی اتوبودش با این نداره. و حالا میزنیم 21 میلیون تا 25 میلیون هم بشه کد 3. خب توی این قسمت الان میبینید که سه تا متغیر کتگوری رو تعریف کردیم که هر سه تا مقوله هاشون ستایی هستش و با هم برابر است. یعنی میبینید 1 تا 3 هستش تمامی موارد. خب حالا گفتیم که ما قصد داریم که یک شاخصی به اسمش پایگاه اجتماعی رو برای افراد به دست بیاریم. خب حالا که داده ها رو آماده کردیم توی قسمت ترانسفورم کامپیوت وریبل میریم اینجا یک همچین چیزی رو به ما میده. خب حالا توی این قسمت ما اسم این تارگت وریبل رو میزنیم که حالا اسمش میده پایگاه اجتماعی. خب پایگاه، حالا توی لیبلش میتونیم فارسیش رو بذاریم که بعدا فراموش نکنیم. خب پایگاه اجتماعی. اوکی. خب حالا گفتیم که این سه تا که حالا مقولاتشون تغییر دادن و برابر شدن، به این ور اینجوری چیزش میکنیم، به قولی توی به این کادر منتقلش میکنیم. حالا ایژوکیشن هم به همین صورت، بعد علامت به اضافه رو میزنیم و این بعد درآمدش هم به این ترتیب این ور منتقل میکنیم. حالا با زدن اوکی این سه تا با هم جمع میشن. خب الان یک متغیر جدیدی رو برای ما تعریف کرده. میبینیم که پایگاه اجتماعی افراد هستش که حالا از جمع این سه تا انجام شده. حالا ما میتونیم تصمیم بگیریم بگیم که افرادی که مثلا نمره 1 تا، حالا میبینید که اینجا تقریبا تا 8 نمره هستش دیگه، میتونیم بگیم افرادی که 1 تا 3 هستن پایگاه اجتماعیشون پایینه، 3 تا مثلا 5 هستن متوسط، حالا 5 به بالا اینا پایگاه اجتماعی بالایی دارن. حالا اینا رو بایستی طبق اون ادبیات نظری و به قولی ذوق پژوهشگر انجام میشه. اینجا فقط بحث مثال هستش. خب حالا بریم توی قسمت همین کامپیوت وریبل که موارد دیگر رو خدمتتون عرض کنم. ببین توی اینجا بسیاری از کارها رو میشه انجام داد. یعنی ما ضرب و تقسیم رو میبینی جا هست، ضرب و تقسیم رو به علاوه جمع و به قولی منها کردن، تفریق کردن، بزرگتر کوچیکتر هست، بزرگتر و مساویه، بزرگتر و کوچیکتر، این گونه مسائل هم از مساوی بودن، نامساوی بودن و همه موارد اینجا هستش. علاوه بر اون یک سری کدهایی رو هم اینجا گذاشته که قابل استفاده هست. یعنی خیلی جاها میشه از این موارد استفاده کرد. مثلا به عنوان مثال یه جایی توی استاتستیکال، توی مثلا رندوم نامبر، ما به راحتی میتونیم از این استفاده کنیم برای ساختن یک سری نمرات رندوم و تصادفی. ولی خب کلیت ماجرا که چیزی که برای این جلسات در نظر گرفته بودیم فقط بحث جمع کردن هست، جمع کردن و ایجاد یک متغیر جدید که حالا اینو انجام دادم خدمتتون. خب برگردیم به پاورمون و مورد بعدی که اینجا خدمتتون ارائه کردم بحث شمارش هست، کانت. ببین از این دستور زمانی استفاده میشه که ما بخوایم ببینیم که هر کدام از پاسخ دهنده ها چند بار به یک کد خاص یا یک ارزش خاص پاسخ دادن. یعنی این خیلی میتونه مفید باشه که ما ببینیم که مثلا توی این 2000 شرکت کننده در مطالعه ما چند نفر مثلا دارای تحصیلات کارشناسی هستن، چند بار این رو انتخاب کردن. خب این موارد بسیار کمک کننده هستش و ولی خب یکی از محدودیتایی که داره و بایستی بهش اشاره بشه همین مبحث مربوط به اینه که اینا فقط برای مقیاس هایی کاربرد دارن که در سطح اسمی یا ترتیبی باشن و غیر از این دیگه کاربردی نداره.
اگرچه شاید آنچنان پیش نیاد از این دستور استفاده بکنید، ولی به راحتی یک سری متغیرها رو برای ما چیز میکنه، یک متغیر جدید رو ایجاد میکنه که ما شاید لازم باشه یک تحلیلی انجام بدیم روی افرادی باشه که فقط مثلا کارشناسی ارشد داشته باشه، یا نه فقط در مثلا توی پرسشنامه بیشترین میزان مثلا رضایت شغلی رو داشته باشن. خب برگردیم به محیط SPSS. خب برای انجام کار توی همین دستور ترانسفورم هستش، توی این منو ترانسفورم و کانت ولی ویت کیس. خب رستش کنیم اینو. خب ببین اینجا یه تارگت ولیو میتونیم به قول تارگت وریبل میتونیم بزنیم. مثلا اینجا بزنیم به education، همون education رو بزنیم. خب educationش رو میزنیم و این قسمت هم مثلا x رو وارد کنیم. خب نه، این قسمت رو x رو وارد کنیم، یعنی بزنیم x مثلا حالا 5 که اسم چیزیم، حالا تارگتش هم همین education باشه. خب حالا educationش رو بیاریم این ور، از اینجا باعث به این کادر منتقل کنیم و بعد این بایستی define value رو بزنیم. حالا توی قسمت define value میخوای مثلا میگی که چه چیزی رو میخوای به قولی کانت کنی، شمارش کنی. ما میگیم حالا طبق اسلاید داخل پاورپوینتمون میگیم که خب ما افراد رو میخوایم که فقط مثلا تحصیلات متوسط، یعنی کد 5 رو دارن. خب میایم اینجا مثلا کد 5 رو انتخاب میکنیم، کد 5 اد میزنیم و میاد این. خب ببینید شبیه ریکود کردن رنج هم داره، یعنی حتی برای مواردی هم که رنجی هستن میشه از این کار استفاده کرد. خب کانتینیو رو میزنیم و اینجا توی قسمت ایف ما میتونیم باز یه سری تعاریف ها براش داشته باشیم. یعنی وقتی اینجا رو فعال میکنیم مثلا میتونیم بزنیم فقط کسانی که جابشون مثلا بیشتر از 3 هستش. یعنی چی جابشون بیشتر از 3 هست؟ برگرد داخل پاور، یعنی کسانی که شغلشون یعنی مهندس، کارمند و یا کارگر هستش. یعنی اینجا میاد به نوعی یه فیلتر ایجاد میکنه که ما فقط افرادی که تحصیلات متوسطه دارن در این قشر. خب ولی خب ما انتخاب نمی کنیم. حالا اینو که پیست کنیم و متغیر جدید برای ما ایجاد میکنه. نه، پیستشش بزنیم. خب پیست که نه، اوکی رو بزنیم. یک متغیر جدید رو برای ما میزنه به اسم x5. خب توی اینجا هم هستش، میبینی x5 که منظور همون education هستش، educationی که ما به قولی گفتیم چه کانت شده، یعنی کانت education. خب ببین اینجا بهش گفتیم که کسایی که تحصیلات متوسطه دارن، گفتیم تحصیلات متوسطه کدش چند بود؟ کدش 5 بود، درسته؟ کد 5. خب حالا برگردیم به داخل فایل SPSS. ببینید حالا اگر اینو اسمش رو تغییر بدیم، ببینید که توی education الان مثلا اینجا یه نفر تحصیلات متوسط داره، اینو برای ما فعال کرده. خب بعد نفر بعدی که یکو زده، خب اینه متوسطه. یعنی این به نوعی تبدیل کردن افراد، کدگذاری کردن افراده. یعنی مثلا وقتی که ما بخوایم حتی توی تحلیل پیشرفته تر شبیه تحلیل روند بخوایم استفاده کنیم، به راحتی میتونیم از این مقوله استفاده کنیم، چون میاد به یک سری از افراد یک کد خاصی رو میده و به باقی یک کد 1 رو میده و به باقی افراد کد 0 میده. و این توی مثلا مقوله تحلیل روند بسیار کاربردی است. یعنی به جای اینکه بیام متغیر رو تعریف کنیم و دونه دونه یک 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 بزنیم، بعد از 0 0 0 بزنیم، به راحتی میشه از این دستور استفاده کرد برای به قولی شمارش کردن افراد. خب جلسه ما اینجا به پایان رسید و امیدوارم که از جلسه بهره برده باشید و اگر نظر خاصی دارید، اگر سوالی دارید، لطفا برای ما کامنت بذارید و بنده در اسرع وقت جواب کامنت های شما رو خواهم داد. سپاسگزارم از همراهیتون.